سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه، ایام به کامتون باشه. در طی صحبت‌هایی که قدیم باهاتون انجام دادیم درباره بازارهای مالی تصمیم گرفتم که از بازار کریپتو شروع کنم. همونطور که حتما خودتون هم مستحضر هستید، بازار کریپتو خب خطرهای خیلی خیلی بیشتری از دیگر بازارهای مالی داره، اما جذابیتی که داره به همون نسبت خیلی بیشتر از بازارهای دیگه است و امتیازی که داره که شاید در دیگر بازارها نباشه اینه که شما فقط در بازار کریپتو از ترید کردن نیست که میتونید معامله درآمد کسب کنید. روش های خیلی 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 زیادی داره برای اینکه بتونید درآمد کسب کنید. حالا پیش بریم بهتون خواهم گفت از خرید و فروش حالا ارزهایی که مثلا هولدشون کنید، از استیک کردن یک سری ارزها، از شرکت کردن در یک سری ایر دراپ ها و امثال هم. برای همین تصمیم گرفتم که از بازار کریپتو یک شروعی رو داشته باشیم که همون اول نریم سراغ اصل ترید که خب کاریه که قطعا جسته و گریخته ازش شنیدید، کاریه که باید براش وقت گذاشته بشه تا به اصطلاح پخته بشه، جا بیفته و بشه معامله انجام داد و ازش کسب سود کرد. خب دوستان، شاید سوال شده باشه که خب کریپتوکارنسی چیه؟ کریپتوکارنسی که گفتیم میخوایم بهش بپردازیم چیه؟ یک سرچی در اینترنت داشته باشیم ببینیم که یک سری اطلاعات اولیه‌ای که به ما میده چجوریه، به درد ما میخوره یا نه. خب کریپتوکارنسی همونطور که میبینید ملاحظه میفرمایید معادل فارسیش رو گذاشتن رمز ارز، حالا رمز ارز، رمز پول، ارز دیجیتال و یا هر چیزی که شبیهشه. کلا توضیح این که کریپتوکارنسی ها چی هستند خیلی پیچیده است دوستان، نیاز به دانش های خاص کامپیوتری، برنامه‌نویسی، بلاکچینی و امثال هم داره که شاید خود من هم نداشته باشم این تخصص ها رو. اما این توضیح خیلی ساده این که کریپتوکارنسی اومده که اطلاعات در یک جا جمع نشه، در یک شبکه‌ای به نام بلاکچین باشه، در قالب بلاک هایی باشه توزیع شده، یعنی اطلاعات بیاد در بلاک هایی قرار بگیره، در کل سطح دنیا توزیع بشه که دست عده خاصی نباشه بتونن ویرایشش کنن، بتونن هکرش کنن و یا امثال هم. فلسفه به وجود اومدن کریپتو اینه که یک سری زنجیره اطلاعات تو این زنجیره قرار بگیرن. فقط در همین حد بدونید ازش کافیه، نیاز نیست خیلی وارد جزئیاتش بشیم که خودمون رو گیج کنیم. مثل یک استفاده از ماشینه، لازم نیست ما بدونیم توی موتور ماشین چه خبره، چه اتفاقی میفته تا بتونیم از اون ماشین استفاده کنیم. کافیه صرفا فقط یاد بگیریم باش رانندگی کنیم. این هم همونطوره، ما نیاز نیست دقیقاً بدونیم حالا کریپتوکارنسی دقیقاً معنیش یعنی چی و یا اینکه بلاکچین یعنی چی، چند تا بلاکچین داریم، چه زیرساختای کیا سازنده هاشن و امثال هم. میخوام سری اطلاعات خیلی کلی ازش که خودم هم دارم در اختیار شما بگذارم و بتونم از اون استفاده کنم، با هم بتونیم ازش استفاده کنیم. خیلی خب، پس ما خیلی برام مهم نیست دیگه، فقط بدونید به ارزهای دیجیتال میگن کریپتوکارنسی. حالا اینکه این ارز دیجیتال مثلا به اولین ارز دنیا چیه، چجوری به وجود اومدن و امثال هم رو در یک سایت خیلی جامعی میتونیم پیدا کنیم به نام کوین مارکت کپ. ملازمی فرمایید اینجاست، میتونم در اینترنت سرچش کنم، با این نام به نام کوین مارکت کپ پیدا میشه. اگه بازش کنم یک سری اطلاعات خیلی کلی بزرگش کنم، ملاحظه فرمایید یه سری اطلاعات خیلی کلی و چیزی که ما لازم داریم رو از بازارهای کریپتوکارنسی و یا ارز دیجیتال به ما میده. خب همونطور که ملاحظه فرمایید مهمترین اطلاعاتی که میتونه به ما بده رتبه بندی ارزهایی هست که خب الان در دنیا دارن معامله میشن. همونطور که قطعا خودتون هم خواهید دونست ارز اول این بازار که خب بنیانگذار این بلاکچین و این سیستمی که توزیع بشه اطلاعات بودن ارزی بود به نام بیت کوین که حالا هر کدوم از اینها رو اگه دوست داشته باشید میتونید در اینترنت برید دربارش سرچ کنید، مثلا بیت کوین کیه، خالقش کی بوده، چه سالی به اصطلاح پایه‌گذاری شده و امثال هم. خب قیمت های تو این سایت از دیگر خوبی هایی که میتونیم داشته باشیم، این سایت دوستان خودش شاید یک 10 جلسه فیلم آموزشی میخواد که تمام جزئیاتش رو بخوام بررسی کنیم. حالا در طول دوره که داریم پیش میریم به هر کدومش برسیم من نیاز باشه بهش اشاره خواهم کرد. فعلا دارم یک توضیح اجمالی کلش رو میدم که بدونیم میخوایم چیکار کنیم، بعد کم کم تمام اینها رو براتون باز میکنم، انشالله با هم پیش میریمش. خب اون چیزی که خیلی عیانه و مشخصه، داره ارزها رو به تفکیک حالا رتبه‌ای که داره و قیمت‌ها به ما نشون میده. مثلا خب ارز اول این بازار قاعدتا بیت کوینه که حتما باید اسمش رو شنیده
فهمیده باشید دیگه. نمادش به اختصار BTC هست. قیمتش مثلا در حال حاضری که من در خدمت شما هستم 49800 خورده دلاره. در یک ساعت مثلا اینقدر تغییرات داشته، حالا سبز باشه مثبت، قرمز باشه منفیه. در 24 ساعت اینقدر تغییرات داشته، در 7 روز. مارکت کپ حجم معامله به اصطلاح این ارزه که 978 میلیارد دلار داره به اصطلاح معامله میشه. این ارز در 24 ساعت حدود 39 میلیارد دلار که انقدر بیت کوین میشه داره معامله میشه و حالا داره یک نموداری هم از 7 روزش به ما میده. خب ارز اول بیت کوین، ارز دوم اتریوم که مخفف ETH هست، باز قیمتش الان 2600 خورده ایه و امثال هم. ارز سوم یک ارز تتر هست که یک استیبل کوینه که جلوتر کاملا توضیح خواهم داد استیبل کوین چیه و کجاها کاربرد داره. خب قیمتش هم همش $1 ثابته. ما استیبل کوین چند تا داریم دوستان، ولی خب مهمترینش که دیگه داره باش معامله میشه تتر هست با نماد USDT. ارز چهارم سولانای خب SOL مثلا مخففشه و امثال هم. میتونید تا 100 تا ارز اولیه رو در این سایت ملاحظه بفرمایید. حالا اگه سوال میپرسن که اگه مثلا میخوام بیشتر از 100 تا رو ببینیم چطور، خب ملاحظه میفرمایید دیگه. اگه گزینه 2 رو بزنم باز از 100 تا 200 رو میاد برای من لیست میکنه. به همون صورت ملاحظه میفرمایید که میتونم ببینمشون چیه، اختصار قیمتشون به چه صورتی و چه جوریه. حالا پس ما فقط میخواستیم اینجا این صفحه اصلی رو ببینیم قیمت روز هر کدوم از این ارزها چیه، چه جوریه، به چه صورتیه، الان چند داره قیمت میشه، نسبت 24 ساعت گذشته رشد داشته یا نه ریزش داشته، در 7 روز گذشته به چه صورتی بوده و امثال هم. و یک گزینه بالا داریم به نام شاخص ترس و طمع. این شاخص ترس و طمع عدد 50 به پایین که باشه خب نشون میده که ترس بر بازار حاکمه و از 50 به بالا که باشه طمع، یعنی بازار خیلی خوبه و همه چیز دارن رشد میکنن، که حالا یک جاهایی از این هم استفاده خواهیم کرد در جلوترها. فعلا فقط در همین حد بدونید که ما تو این سایت میتونیم بهش رجوع کنیم و بتونیم ارزها رو ببینیم که به چه صورتی هست. خب نکته دیگه ای که از این سایت دوستان تا یادم نرفته بگم خدمتتون، این گوشه بالا سمت به اصطلاح راست بالای سایت ما یه قابلیت سرچ داریم که میتونیم حالا یک سری ارزها رو سرچ کنیم. اگه احتمالاً نمیدونیم رتبه چنده، چجوری میخوایم یه سری اطلاعاتی ازش کسب کنیم، بیایم سرچش کنیم. مثلا من یک ارزی رو میخوام، مثلا به عنوان مثال پلیگان رو میخوام. خب POL رو بزنم تمام اونایی که POL داره رو برای من میاره. مثلا من این رو میخوام، ارز اولی روش کلیک میکنم. خب سرچش کردم پیداش کرد. یک سری اطلاعات باز به همون صورتی که ملاحظه فرمودین کلی از این ارز رو میاد در اختیار من قرار میده. میگه مثلا این ارز مثلا اسم کاملش اینه، الان قیمتش به روز اینقدره. یک نموداری بهم میده که حالا میتونم مثلا 1 روزه، 7 روزه، مثلا 1 ماهه، مثلا 1 ساله و یا اینکه از اول کلا از اولی که اومده قیمتشون رو ببینم. حجم مارکت کپش رو باز میبینید که داره میگه حجم معامله این ارز در 24 ساعت چه مقدار بوده و حالا یه سری اطلاعاتی که باز جلوتر کامل بهتون توضیح خواهم داد. آدرس هاش به چه صورتیه، سایتش، شبکه‌هایی که میتونید به وسیله اونا ارتباط داشته باشید، مثل توییتر، دیسکورد، تلگرام و امثال هم، اینها رو میتونیم ببینیم. پایین‌تر میتونیم ببینیم توی چه صرافی‌هایی لیست شده این ارز، مثلا توی چه صرافی‌هایی میتونیم معامله کنیم این رو. اینکه صرافی چیه کامل جلوتر توضیح خدمتتون خواهم داد که صرافی‌ها چی ان، ما قراره با توی صرافی‌ها چیکار کنیم و چه صرافی‌هایی داریم. خب اینجا میگه تو چه صرافی‌هایی لیست شدن که تو صرافی شما میتونید اینها رو معامله کنید به این صورت و یه سری اطلاعات خیلی کلی ازش به ما میده از هر ارزی که پیدا کنیم، که باز جلوتر اینا رو کامل بهتون توضیح خواهم داد که به چه صورتی هستش. پس دوستان یه دید کلی از کریپتو به دست آوردیم که چیه، چجوریه، به اصطلاح کجا میتونیم یه سری اطلاعات کلی ازش داشته باشیم که همین سایت کوین مارکت کپ هست. خب حالا مثلا ما فهمیدیم ارز اول این بازار بیت کوین، ارز دوم اتریوم، مثلا سوم تتر استیبل کوین، چهارم سولاناس، پنجم BNB. اینها چطور باید اینها رو معامله کنیم، در چه سکوهای اینا باید معامله بشن؟ حالا نه معامله‌ای که حتما تاکید میکنم بخرم و بفروشم که ازش سود کسب کنم. مثلا من الان ریال دارم، میخوام ریالم رو تبدیل کنم به بیت کوین
یا اتریوم و یا هر ارز دیگه ای که اینجا هست و اون ارز رو برم روش عملیات هایی که حالا میتونم انجام بدم. حالا میتونم معامله همون ترید رو، خب خیلی پیچیده است، کار سختیه، شاید اول جواب نده. بتونم اینها رو استیک کنم. استیک چیه جلوتر توضیح خواهم داد. بتونم اینها رو در یک سری لیکویدیتی پول ها بذارم، استخرهای شناور، که باز چی ان جلوتر توضیح خواهم داد. ولی اینکه حالا این فرایندی که من بخوام ریال خودم رو تبدیل کنم به حالا بیت کوین، اتریوم، برای این فرایند باید چه مراحلی رو طی کنم که میخوام این رو خدمتتون بگم. پس فعلا ما فقط این سایت کوین مارکت کپ رو داشته باشیم که یک آشنایی اولیه با این داشته باشیم. حالا ترجیح من به شما دوستان اینه که برید حتما یک این سایت رو باز کنید، توش نگاهی بندازید، روش یه سری آیتماش کلیک کنید. حالا اگه که زبان انگلیسی یکم براتون سخته میتونید از ترنسلیت گوگل استفاده کنید که براتون فارسیش کنه، ولی خب خیلی کلمات محاوره‌ای و ساده است، کلماتی که مفهومش راحت رسیده میشه. یک چکی بکنید ببینید اینها چی ان، به چه صورتی هست، تا انشالله بریم فرآیند تبدیل ریال به این ارزها رو قدم به قدم با هم طی کنیم. ازتون یه خواهشی که دارم، کانال رو حتما سابسکرایب کنید، اگه که نظری دارید حتما پایین برای من قرار بدید، لایک کنید، کامنتی چیزی هست بگذارید که بتونیم با هم انشالله پیش بریم و دلگرم باشیم. ممنونم از شما.